السلام علیکم دوستان محترم، از شما خواهش میکنم با این سوال من روشنی اندازید. 50% خلق تاجیک به کشیدن ناس گرفتارند. در دهان ناس داشته باشد یا که در بستر بیماری باشد یا در قید یا در جنابت باشد یا در سفر باشد ولی طهارت ندارد، در همین وقتا با زبان دل ذکر الله گفتن ممکن است یا نه؟ یعنی انسانی که در دهان ناس داشته باشد ذکر گفتن میتواند. خب در حالتی در دهان ناس بودن چه ذکر میگوی؟ برای همین خب در دهانی که ذکر گفته می شود او همراه ناس هم آهنگ نمی شود و او لذت هم ندارد. به این خاطر بهترین صورتش همین از دادرای عزیز دهانهای پاکیزه را آلوده نکنید، دهانها را از ناس نجات دهید تا که فردا این دهانم بالای شما شکایت دارد. وقتی که این نلی بدنی که علیک حق باشد، بدناتان بالای شما حق داشته باشند، حق دارن این که اونها را شما صحت و سلامت نگه دارین، پس این ناس کشیدن و این سیگارت کشیدن و این عرق نوشیدن و این گیروئین و دیگر موادهایی که وجود دارد به ضرر جسم شما که هستند، اینها این اعضاهای ضرر دیده بالای شما روز قیامت شکایت میکنند. و این خاطر برادر عزیز و گرامی از این دور باشین. این مدنیت نیست، این معرفت هم نیست. خیلی من با آدم های گویم آلی ببینین مثال بعضی آدمی که خیلی باور کن همین تا آلفته هست، گویم منصب دارد و همه جهت تأمین است، لیکن همین ناس استفاده میبرد. بعضی ها میگوین که سیگارت برای بعضی مشکلات غم داریم برای همون میکشیم، لیکن اونها چی مثال اونها در چی نمیرسد که ناس میکشند؟ حالا که هیچ وقت سیگارت غم آدم دور نمیکنه. دادر عزیز خدا در قرآن گفته است که شما وقتی که اگر مشکلات و مشقتی که به شما روبرو می شود شما نماز خوانین، پروردگار همه مشکلاتاتون دور میکند. برای اولش دادر عزیز این هیچ وقت در این مسئله نزدیک نباش، از جمله مسلمان های نازکش مباش. خب و دیگر این که وقتی ناس کشیدین شما که طهارتان باقی نمیمانه، این حالت شما اگر آیت هم خوانین ذکرم که کنین، یعنی آدم به طهارت ذکر گفتن و آیت خواندنش درست است. لیکن برای آدمی در حالت جنابت بودگی اونها گویم یعنی آیت قرآن خواندن نمیتونند. اگرچه سبحان الله گویم گناه نیست، الحمدلله گویم گناه نیست، لیکن آیت قرآن خواندن نمیتونند. آدمی به طهارت آیت قرآن به قپیدن قرآن خواندن میتوند. قرآن ناقپیده یعنی در حالتهایی که چی در حالت سفر باشد گفته این دادر، چی در حالت یگان جا نشسته باشد، آیت قرآن در حالت به طهارتی هم با زمان زمزمه کردن هم که گیری گناهگار نمیشوی. السلام علیکم حاجی مرزا. سلام از نام شریف و عبیدالله ساکن دهه لرخابی نایه واسه. دیر باز با کسلی درد چشم گرفتارم، بیناییم خیلی حسوس شده است. امروز که روز قبول دعاست، از شما بابای حاجی و از اهل جمعیتی که در خانه خدا حاضرند خواهش و التماس دارم که در حق من یک دعای خیر کنید. با احترام صمیمی مخلصی اشدی شما از دهه لرخابی نایه واسه. خداوند به این بنده خود شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب و روزی کند. آمین یا رب العالمین.